بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید آقای انصاری عزیز. سلامت باشید بیننده گرامی. قربان شما، خوب هستید؟ زنده احمد باشید. آقام خسته نباشن آقای انصاری. سلامت باشید برادر بزرگوار، بفرمایید. این محمد آقامون هم خیلی زود از خسته نباشه. خسته نباشه. امیدوارم که صدای منو بشنوه آقای انصاری. سلامت باشید. امیدوارم این محمد آقا تقریبا میاد همیشه. الان ایشون همون اول که زنگ زد گفت فقط 3 کلمه حرف بزنم. من همین نیم دقیقه فکر کنم 40 کلمه حرف زدم. 18 دقیقه پشت خط بودن. آره من تایمشو گرفتم. آره آقای انصاری جان، آره. آخه چی رو میخواید ثابت کنیم مومن؟ آخه چی رو میخواید؟ مگه مردم بابا اینترنت الان رو گوشی من 3 تا قرآنه. خب آخه اینا واقعا قرآن رد کردن آقای انصاری. اینا وقتی میگن قرآن تحریف شده دیگه به چی اعتقاد دارن؟ این دیگه چیزی نمیمونه. اصلا شما با اینا بخواید بس 18 دقیقه وقت دادیم. میدونین من 1000 بار زنگ زدم، خدا شاهده. الله المستعان. خدا گوشیم داغ کرده. شما چیزی میگه آقا این آقا محمد آقا چی میگه؟ حرف حسابش چیه؟ این که امیرالمومنین درست، این که اهل بیتن درست، این که اینا اصلا بدون اینا ایمان کامل نمیشه که. اینا همش جای خود. ولی این که استغفرالله حضرت ابراهیم محکمتر بود، بالاتر بود. آخه این چه حرفی، این چه حدیثه، این چه قصه است؟ هی شما میگی یه آیت بیار، هی میگه گفتن هذا من کنت مولا فهذا علی مولا. اینو تمام در دیوار ایران نوشتن. آقا ما هم میدونیم، پیغمبرم گفتن اون سریع دعوا بود. حضرت امیر خب ایشونو فرستاده بود یمن، نداد شترها رو سوارشن که مال بیت المال بود، نداد لباس بپوشن، جربست شده بود با صحابه. ایشون چجوری تحقیق کرده اونها رو نمیدونیم؟ میاد عدی یک کلمه رو میگیره از اون مابقی میگه. آقای میشنف اینا رو آقای محمد آقا؟ زنده باشید برادر عزیز. نمیدونم. حالا برگردیم به سر حرف خودمون آقای انصاری. بفرمایید. که دست شما درد نکنه، ما بسیار شما ممنونیم. زنده باشید برادر عزیز. اون هفته قبل فکر کنم بس موردتون این بود که اونی که کمتر همه وقت گذاشته و خلاصه هدایت یافته دیگه، خدایی شده دیگه. خدایی الحمدلله. 3 روز بوده. آقای انصاری من 8 ماه پیش ساعت 2 بعد شب فکر کنم دوشنبه ها 2 بعد شب تکرار برنامه‌تون، درست میگم؟ نه پنجشنبه شب. فقط میگم 2 بعد شب بود. من خب معمولا حالا شما که منو نمیشناسید، هیچ که منو نمیشناسه که بخوام تظاهر کنم. من قرآن خونم، یک جام سوزنم گیر میکنه دیگه میرم دیگه. حالا خودم اینجا هم ولی میره دیگه، خودم میرم. در همون زدم شبکه شما اومد. من همون لحظه مثل آدمی که بنزینی باشه کبریتو بهش بزنن اونجوری آتیش گرفتم. یعنی میدونین یهو شد، یا همه چی در یه لحظه اتفاق افتاد. الله. نه اینکه خدای نکرده من میخوام سایه ادب کرده باشم به همه. اصلا اسم فاطمی زهرا میاد بند دل من پاره میشه آقای انصاری. خدا شاید اینجوری بوده، اینجوری هست. به ما اونجور تلقین کرده بودن که اهل سنت دشمنای اهل بیتن. اصلا من میبینم غیر از اینه. ایمان اینا بیشتره، عمل کرد اینا به سنت اهل بیت بیشتر از ماست. و من که دارم خودم شیعه هم تو شیعه زندگی کردم، بودم دیدم 60 سال عمرمه. این محمد آقا هم خدا شاهد، من شک ندارم ایشون فقط میاد وقت شما رو بگیره. آخر مگه میشه آقای انصاری جان؟ این همه آدم پشت خط. آقا ما رمضونه در پیش، برای ما دعا کنین آقا انصاری. محمد آقا را سلام مخصوص میرسونم. علیکم و علیه السلام. درد نکنه. تشکر. من بیشتر از این وقتتون نمیگیرم. بندگان خدا خیلی پشت خطن. من خدا تشکر. شما نمیدونید چه قوقایی به پا کردین. حالا من یه نفر خودمو میبینم اصلا همه چیزم فرق کرده آقا. همه چیزم فرق کرده. الحمدلله. این خیلی من شما رو میشناسم، هر جا ببینمتون میشناسم، چون دارم میبینمتون. شما که منو نمیشناسی. خدا شاید شما نمیدونید چه دگرگونی. سعی میکردیم درست باشیم، دروغ نگیم، راست بگیم، نمیدونم به احکام خدا عمل کنیم. همین کارا رو میکردیم. اما یه جایش ایراد داشته دیگه. ایراد داشته که حالا رفت ایراد شده. خب الحمدلله. اصلا باور کنید یک هفته از میخواد ماه رمضان بیاد، من همش فکر کردم کی برسه ماه رمضونه. هیچ وقت اینجوری نبوده 58 تا ماه رمضان 60 تا ماه رمضان من گذروندم. اینجوری نبوده که. الله نست. حالا پناه بر خدا آقای انصاری. زنده باشید. این آقایون میگن وقتی قرآن تحریف شده است چه دیگه
شما هیچ آیه بیارید، هی آیه نه تعریف شده است دیگه. الله المستعان. منو شرمنده کردید. ممنون، خواهش تشکر میکنم. ملتمس دعا هستیم. خدا به شما خیر بده، عزت زنده بده، باشید، سلامت با باشید. برکت بده. این احمد آقا رو هم خدا انشالله به حق خودش، به حق خود الله، محمد آقا رو، اون آقا عبدالله رو از اهواز و هر کی دیگر رو، فقط مسلمون باشن، تسلیم اوامر خدا باشن، ول کنن این ور اون ور رو. تسلیم همون امیرالمومنین هم تسلیم امر خدا بود، حضرت ابراهیم هم تسلیم امر خدا بود. همه در این راه بودن. حالا کی جلوتر کی عقب‌تر اون دیگه قرآن گفته، اونایی که قبول دارن، اونایی که قبول ندارن که هر چی ما بگیم آقا فایده نداره دیگه. قرآن میگه چند دفعه از حضرت ابراهیم یاد میکنه. من نمیدونم ابراهیم خیلی اصلا مسلمون بوده ایشون، اصلا قبل از نبی مکرم اسلام حضرت ابراهیم مسلمون بوده. این قرآن داره میگه، من نمیگم که. درست. من نمیفهمم خدا. اینو واقعا متاسفم مثل محمد آقایی، واقعا متاسفم براش. آقا ممنونم، ببخشید وقتتون رو گرفتم. زنده باشید، سلامت باشید. الله تعالی حفظتون کنه. تشکر از شما. تشکر میکنم از این برادر عزیزمون. الله سبحانه و تعالی بهشون توفیق مزید نصیب بکنه.